پله بلند کنیم بزنیم. اگه تونستیم بیان که میایم اینجا، نتونستیم همونجا میذاریم زمین. این میذارم اینجا. نگاه کن. اینو بکش زیرش چه؟ نداره یه کلوب بشونه. خوابشو داشته باش. نه ما هم نمیتونیم که ما هم باید با شما بیان. اونم بیار بده. اینجوری به خواب میگرده. باش. آقا دستتو بردار. یک. سلمان بلند کن. علی. یه دونه بزن. دلش نخوره. یه دونه دیگه بلند کن. چوبو بلند کن بیار نزدیکتر. تمام بذار زمین. چرا صاف کن یه ذره سلمان. بیا. اکبر جان این تخته بیاد جلو. تخته بیاد جلو. آره من بلند میکنم. صبر کن. من بلند میکنم اکبر. فشار شیشه اون مره برو اون مره چند بذار عقبش هم عقب بذار عقب‌تر. ماشاءالله. برو بالا تر. بذار زمین اکبر نترس بذار رو چند لیتر میشه. سلمان یه چوب بذار اونجا. سلمان اگه نه اونو ندار اونو بذار باش. یکی دیگه بده. سلمان بیا حرف گوش کن. الان بلند کن طرف بیاد جلو شیشه رو 50 سم بکش جلو. اینو بردار. بیا بریم. بکش شیشه رو برو خوابشو فقط داشته باش. من بلند میکنم. اکبر صبر کن خوابشو داشته باش. نه نمیذارم برگرده. من اینجا صبر کن. یا معرفت بالا سرت نمیخوره. تمام برو جلو. نمیخوره بیا. بده من کنده بیارم. برو چی دیگه نمیشه. چیشه سنس فقط هیچی نمیشه. داریم چون برو آبشو بگید. نمیخواد آقا داریم. گذاشتن رو کدام؟ بیا این یه هم میفته. برو سلمان منو نگاه کنید. شیشه رو خیلی دارید میخوابونید. تمام این چی نمیشه. علی بالا شو خودت جا برو. الله کنم مشتر. برو. خب وایس آروم برو اینجا تخته نزن. در تو اون تخته رو میگرد. صبر کن بچه‌ها وایس. اینو بکش جلو. آره بکش. تخته گذاشتم اینجا. نه. بذار اینجا احتمال داره. آفرین. برو. تمام. وایسی من برم. یه دقیقه. بیا.
برای بگیش بگیش با من بیا یه ذره بیا 50 سانتی بیا بله اون بیا بلند کن سنی مومیه رو پاک نکن زیاد بلند نکن زیاد بلند نکن وایسا حالا بیا بریم؟ نه دستا بیا تا جایی که میتونی بیا بیا بلند نکنی تا تخت میخوره زمین بیا حال بده تمام تختتون رو درست نفر بیر برو کم بلند کن بیا تمام خب بیا یه ذره دیگه خوبه؟ نمه بیا شما ببینید آره بیا 50 سانت جلو جا دار خوبه حالا بیا زدی یا نه؟ آره نه یکم دیگه بیا جلو بیا جلو آره بیا هول جا داری اول هول بده نه هول نه هول بیا جا داری بیا فقط الان آجر شما بالا رو داشته بالا بلند نکنید بلند نکنید بچه ها فقط پر برید یه ذره بیا این وقت دستان جا داری نه سب کن نه شما داری بیا اینه بگه استاد بذار کارتون بیارم بیا جلو بیا سب شما بیا خوبه برید تو صبح میفهمه یا شب بوده 8 و 12 بعد چهارشنبه یا پنجشنبه هم پنجشنبه که گذشته پنجشنبه که گذشته باشه من اینو اوکیش میکنم بعد شما دیگه با نگهبانتون هماهنگ کن ما حافظمون حدود یه هفته بیشتر نگه نمیداره چون تعداد دوربینا زیاده آره هفتگی آره تا پنجشنبه رو جواب میده فکر میکنم مشکل نداشته باشه کلا یه هفته گره مثلا که امروز شنبه هست تا شنبه هفته پیشو تقریبا نگه میداره حله یه بالا دوباره ماینش کدومه؟ بیا با این تقریب نمیده